54 سال قبل در کشور استرالیا در یک خانواده مسیحی به سر چشم به جهان گشود. خانوادهش نامش را تیموتی وکس گذاشتند. بالاخره تیموتی وکس در سال 2016 هنگامی که افغانستان در آتش اشغال و جنگ درگیر بود، از جانب آمریکایان من حیث استاد پوهنتون بین المللی آمریکایی وارد افغانستان گردید. هنوز بیشتر از 2 هفته از ورود وی به کابل نگردیده بود که نظر به شرایط و حالات آن زمان تیموتی وکس و کیون کینگ که یکی از همکاران دیگر وی بود به دست مجاهدین امارت اسلامی افغانستان اسیر گردیده. بعد از گذشت چند مدت مجاهدین امارت اسلامی افغانستان با نشر یک ویدیویی از این دو اسیر از قوای اشغالگر خواستند تا شروط ایشان را بپذیرند تا مجاهدین این دو اسیر را آزاد نمایند. ولی قوای اشغالگر با سرکشی و غرور از پذیرفتن شروط مجاهدین سرباز زدند و با اتکا به زور و قدرت خواستند تا از طریق نظامی و استخباراتی این دو اسیر را از بند مجاهدین آزاد نمایند. بعداً قوای اشغالگر با 6 بار عملیات با مجهزترین وسایل و وسایط نتوانستند تا این دو اسیر را دریافت نموده و آزاد سازند. همین بود که در نتیجه تیموتی وکس مدت 3.5 سال در اسارت مجاهدین باقی ماند که این اسارت وی در حقیقت نوید آزادی وی از تمام بندهایی بود که مانع رسیدن وی به سعادت اخروی و جاودان او می گردید. بالاخره تا اینکه در سال 2019 اشغالگران سر تسلیم به شروط مجاهدین گذاشته و اسیران امارت اسلامی را با تیموتی وکس و همراهش تبادله کردند. تیموتی وکس بعد از رهایی رهسپار دیار آبایی خود گردید. ولی هنوز هم اخلاق نیک مجاهدین که برگرفته از سیرت مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و حقانیت مبارزه ایشان چیزی بود که بر ضمیر و وجدان تیموتی وکس سخت تأثیر انداخته بود. من رابطه آنها با خدا را دیدم و میدانید گاهی اوقات از ایمان استوار و قوی آنها کاملا شگفت زده می شدم. من در 5 ماه مه 2018 اسلام را پذیرفتم. این تصمیمی است که زندگی مرا تغییر داده است. یعنی توضیح دادن این موضوع به دیگران واقعا سخت است، اما میدانم که اسلام برای من آرامش زیادی را به ارمغان آورده است. این ایمان به من توانایی لذت بردن از شرایطی را که در حال حاضر در آن هستم داده است. صحبت کردن با خانواده‌ام درباره این موضوع کمی سخت بود و پاسخهایی از برخی افراد میگیرم که ما را دست نشانده طالبان مینامند یا میگویند که من مرض روانی سندروم استکهلم یا وابستگی عاطفی قربانی با گروگانگیر را دارم، اما من سندروم استکهلم ندارم، حداقل طبق گفته دکتر روانشناسم. اما این تصمیمی است که هرگز از آن پشیمان نشدم و میدانید واقعا نحوه دیدگاه من به جهان را تغییر داده است. همین بود که تیموتی وکس نامش را جبرائیل عمر گذاشت و بعداً در نخستین سالگرد امارت اسلامی افغانستان او به افغانستان دوباره برگشت. تیموتی وکس گذشته و جبرائیل عمر کنونی افغانستان را سرزمین عقیدتی خیش می گفت، جایی که روح وی با عالم ملکوت حقانیت پیوند خورده و گمگشته خیش را در این سرزمین ایمان و اسلام پیدا نموده بود. Very soon, in 2 days, بسیار بزودی در ظرف 2 روز
ما 3مین سالگرد پیروزی امارت اسلامی افغانستان را تجلیل خواهیم کرد. جبرائیل عمر می خواست به بلندترین صدا به جهانیان فریاد بزند و از حقانیت مجاهدین، زیبایی های افغانستان و واقعیت های موجود بگوید. دین اسلام دین عدالت و برابری است و امارت اسلامی این معیارات را پیروی می نماید. من دیگران را تشویق می کنم که بیایید و با چشمان خود حقایق را ببینید و افواهات و دروغ هایی که رسانه های غربی برای بیشتر از 30 الی 40 سال نشر کرده‌اند را باور نکنید. بیایید به افغانستان واقعیت ها را ببینید. ما منتظرتان هستیم. او بر تبلیغات دروغین رسانه‌ای استعمارگران و اشغالگران میتاخت. او دیگر چشمش به نور ایمان و قرآن منور شده بود و از تاریکی که سالها بر جلو چشمانش گذاشته بودند متنفر بود. او اینجا با خانواده عقیدتی و ایمانی خود یک جا شده بود. مردم متدین و مجاهد پرور افغانستان در هر جا از دیدن وی خوشنود گردیده و از او به گرمی استقبال می نمودند. بزرگان و رهبران امارت اسلامی افغانستان با جبین و آغوش باز از وی پذیرایی می کردند، چون دین اسلام دین انسان محور و بدور از هر نوع تبعیض و تعصب می باشد. برادر، اینجا کشور من هست. اینها همه مردم خود من هستند. من اینجا تا زمانی که زنده‌ام زندگی خواهم کرد. من همیشه از فرصت این که با چنین افراد زیبا و عالی میبینم خیلی ها خرسند و مسرور میشوم. من همیشه از الله منان سپاسگزار هستم که برای من این موقع و این زندگی را مهیا ساخته و من حالا با شما صحبت میکنم. افغانان عزیزترین مردمان برای من هستند. ایشان مانند اعضای خانواده من هستند، قلب من هستند و زندگی من هستند. حتی اینان مانند مردمک چشم من هستند. بالاخره جبرائیل عمر به سن 54 سالگی روز چهارشنبه 19 جدی سال 1403 در اثر بیماری که داشت داعی عجل را در کشوری که وی آنجا را سرزمین عقیدتیش یاد میکرد جان به حق سپرد و از این دار فانی به دار جاودان شتافت. او با قلب سلیم به نزد پروردگارش رفت. الله عزوجل وی را مغفرت نماید و حسابش را آسان سازد.